کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با استناد به پیشبینی هواشناسان خبر داد که بر اثر ورود هوای گرم و خشک از منطقه‌های غربی، هوای گرم و خشک در کشور دست کم تا 11 ایون باقی میماند. گرمی هوا در وادی‌ها 37-42 درجه، در ناحیه‌های جنوب تا 44 درجه و در ناحیه‌های کوهی تا 35 درجه گرم می شود. آب و هواسنجان هشدار می‌دهند که تا 11 ایون سال 2021 در بعضی نواحی کشور از سبب گرمی احتمال آب شدن برف و یخ در کوه‌ها وجود دارد. از این رو کمیته ایالت‌های فوق‌العاده از شهروندان دعوت می‌کند به سلامتی خود جداً اعتبار دهند. گشت و گذار در کوچه‌ها را زیر شعاع آفتاب بخصوص در نصف روزها محدود نمایند. خوب میشد اگر لباس سبک دوخته شده از متاع پختگی به بر داشته باشید. آب را بیشتر نوشید. وقتی در ساحل مخزن‌های آبی استراحت میکنید تلاش نمایید همه قاعده های بیخطری را رعایت کنید. در جایهای ممنوع آبازی نکنید. بخصوص به کودکان اعتبار دهید. آنها را هرگز بی نظارت نگذارید. هشدار داده است کمیته ایالت‌های فوق‌العاده.